این خبیث، این ملعون فرعون زمان با لشکر و با همان کسایی که با یک پول اندک اونها را خریده است حمله به خواهرها و بر برادرای ما، خواهرها را برای حجاب و برادرها را برای ریش و کسی را برای نماز، این خیلی حمله ها میکنن. الله سبحانه و تعالی این خبثا را، این ملعونین را، این فرعون های زمان را، این دشمنای الله و رسول و دشمنان تمام مسلمان ها را که همه، هر یک مسلمانی که توحید دارد و لا اله الا الله را معنیش میدوند، اونها میدونند که این خبثا کی هستند، طواغیت و لشکر طواغیت و تکفیر اینها و بغض و کینه به اینها، این از اصل دین است. البته مردمی که آذری و صوفیا اینها حامیان اینها هستند و عبدوکتای اینها هستند، الله اینها را لعنت کند، الله با همینها همش یک جا بخیزاند اگر رفت و کسیش توبه نکرد. لیکن خیلی تعجب میزند یک مردمی، یک آدمی عادی، یک مسلمان عادی، متاسفانه در حیرت میزنی زمانی که زبان درازی میکنن این خبثا، این ملعونین به نام ملاها و ایشان زاده ها که ما ایشان هستیم، ملا هستیم، سید زاده هستیم، خاموش ایستادن در مقابل این قدر فحش و فحاشی و کفر و دیگر چی، خاموش ایستادن و باز اینها لاف و دعوای لاف میزنن و دعوا میکنن که ما چی هستیم، یعنی مسلمان هستیم، ما ایشان زاده هستیم، سید زاده هستیم، خطیب هستیم، نمیدونم دیگر به هر گونه نام ها، به هر گونه به خاطر مقام در پیش مردمی که عزت شهرت پیدا کنن هر نام ها میگذارن. این خبثا تا حالا خاموش هستند، حتی یک بار نمیگویند که ای فرعون زمان، ای ملعون، ای لعنت کرده الله که سرت مثل خر و دم کرده و خالی است، از الله بترس، به خواهران ما، به برادران ما این ظلم رو نیار. ما ندیدیم از جانب خبثا الله سبحانه و تعالی اینها را لعنت بکند به همین طاغوتشون. بله خیلی زیغ شدیم و خیلی باور کنم، نمیدونم، البته برای مسلمان ها خیلی زمانی سخت است که از همه طرف حمله است، از طرف کفار، از طرف طواغیت، از طرف این دموکراتی خواه، از طرف زردشتی هایی که تاجیکستان هستند و حتی بالای این نگاه کنید به شجاعتی اونها رو بین که مردم رو با این آورده است که یک لشکر طاغوت، یک منافق، یک کافری که باید مسلمان رو بیند لرزش بگیرد، باید مسلمان رو بیند لرزش بگیرد، با زبان پور، با شجاعت و جرأت به طرف زن مسلمان و مرد مسلمان هجوم میکند و با اونها رو همین قدر به ترس و هراس آورده است که الله شما را حفظ کند. موحدین مسلمان های زن های کسی توف کن در بالای این خیلی خبیث. والله العظیم بله بعضی حالات ها صبر میکنی، بعضی حالات ها از حکمت استفاده میبری، اما حالتی که بالای تو هجوم میکند برای حیای دین تو، توف کن در بالای خبیث ملعون. کی از اون خودش باید او از ما بترسد. این همه به جرأتی ما و شما اینها رو به آورده است که بالای مسلمان زن زبان درازی کرده و بعد او با اونها رو قرار داده و با اونها یک صحبت های میکند که گویا شما زنهای گمراه و یعنی که زنهای رهگم زده و مقلد عرب است، اون است و است گفته به هر نام ها نام میگذارد. این کی از خودش یک نجس خبیثی که در طاغوت خدمتگار است، باید اون مسلمان رو بیند بر دیگر راه برود. چخلی که رسول الله صلی الله علیه و میگه یهود رو در زمان براءت و مبارزه چنان رهش تنگ میکنی که رهی اون تنگ میشود، نفس کشیش و راهگردیش باقی میشود. برای کفار دموکراتی از این سخت‌تر باید باشد. سبب این است که مردم ما و شما توحید را، البته مسلمانایی که موحدند ما اونها رو نمیگوییم، مردمی که در تاجیکستان مردم عادی از توحید دور شدگی هستند، از حکم الله دور شدگی هستند و حق و حقوق خودشان نمیدانند و
ترسو شدگی هستند و بالای اونها هر یک کافر و مشرک حمله میکند. سبب در چیست؟ سبب در این است که از دین دور شدند، دین را از خود نمیکنند، به اهمیتی در دین کرده اند. نباشد یک خبیث مشرک، یک نجسی که اون انسان باید گپ نه بلکه عموما مسلمان رو بیند فرار کند. به خاطر چی؟ به خاطری که کفر و شرک و نفاق او از زبان مسلمان آشکار نشود، مسلمان راه او را باید تنگ نکند. اون آمده در وطن تاجیکستان، در وطن خودی همون مردها و زنهایی که با حجاب و بورش میگرده، با زبان پور، با همین قدر شجاعت و جرأت زنها رو قرار داده از اونا پرس پاش میکند. این چیست؟ کیست وای خودش؟ الله او رو لعنت کند، توف در بالا این خیل وطنداری و این خیل ملتداری که به این روز آورده است مردم رو. ای خبیث ملعونی، ای طاغوت زمان که تو را من کافر و رحمان میگویم، رحمان گفتن بلکه کافری، امام شیطان. تو امام علی رحمان نیستی، تو کافر و امام شیطان هستی. تو یک کافری از حد کافری بالا رفته، طاغوت هستی. طاغیانی تو از فرعون بالا شده است. طاغیانی تو رو اگر نظر کنی شاید که فرعون های زمانی پیش در حیرت زنند در طغیان تو رو الله لعنت کند. و مانند کسی است مانندی تو و کسایی که با زنهای مسلمان ها، با خواهرای ما و شما مسلمان هایی که هستیم اینجا و عموما در دنیا و با برادرای ما زبان درازی میکنه، الله شما رو، زبان شما رو قاق کند، دستای شما رو قاق کند، خبیثای ملعون. اما یک چیز دیگر من گفتنی هستم، او خواهران عزیز، او مسلمان ها، او زنها، او مادرها، او کسایی که در تاجیکستان هسته، والله العظیم یک سخن شما همه اونها را میشکند. یک سخن شما بگوید که ما مسلمان هستیم، الله برای ما حجاب را امر کرده است، انامین را ما ترک نمیکنیم. اگر چی جناب شما، جناب کافر شما گفته باشد بگذار جناب دیگر باشد، چرا ما نظر میکنیم با دیگر ملت هایی که همین حادثه بالای اونها شده بود. البته باز ما از قرآن و سنت دلیل ها چند ها مقاله ها و موضوع کرده پس افتاده هستیم در این موضوع که چقدر این کاری بد است، بدبینی حجاب و انکار کردن او و او مبارزه بردنش کفر است و انکار آیات و حدیث است که قولای قرآن و سنت و قولای سلف آوردیم که این کفر است. و حتی یک حرف قرآن انکار کردن کفر است که از عبدالله ابن مسعود آوردیم که میگوید که انکار کردن یک حرف قرآن این انکار کردن تمام قرآن است. و حجاب خودش است انکار کرد، این امر الله است. حجاب رو که انکار کردی چندها آیت رو انکار میکنی، چندها آیات و حدیث و امر الله رو انکار میکنی. تمام حیا و عفت مسلمان ها رو از زنهای رسول الله صلی الله علیه و سر کرده تا زنهای حاضر، تمام زنهای پاکو و پاک دامن با حجاب بودن و هستند، همه اینا رو انکار کرده. این یک کفر و یک کفر که آشکار است که همه میدونن، هر یک مسلمان میدونن. اما ما حاضر بالای چی میگیم؟ نگاه کنید شما، زمانی که در مردم قوقاز همین کارها شده بود، البته ما بعضیش شاهد بودیم، اونها در مکتبا و در دیگر اداره ها و در دیگر جاها نماندن که با حجاب و با این، البته مکتبایی که کفری و حرامی دیگر حکم است، حال ما عموم صحبت داریم، شاید بعضیا بگن که چی مکتبا رو میگوید، اما وایها خیستن زنها، خودی زنها، مرداش و بعضیش و صوفیای دعیوس و خطیبهای در سرش تاقی سوز ماندگی پرک، صوفیای ملعونی که اونجا بودن در کوکب دیگر جا، اونها برعکس رای این چیزا رو میگفتن. اما زنها خیستن گفتن ای مردم اگر ما رو بکشید ما از این چیز نمیریم، اگر به ما چی حمله کنید نمیریم. چرا؟ این چیز از امر الله هست. این حجاب این چیزی است که من حیای خود را، من به این در پیش الله عزت دارم، من به این در پیش الله احترام دارم، من به این پیش الله مقام دارم، من به این در پیش الله سبحانه و تعالی حفیفه و پاکدامان و دیگر گفته گپا حساب میروم. من این را ترک کردم، چی فایده من بودنم نبودنم؟ چی فایده از بودن نبودنی من؟ این خیلی زنهای با شجاعت و با جرأت پیدا شده زبان همون تواغید را حتی بلرزه آوردن. حتی
با لرزه آورده. یعنی اونها چیکار کردن؟ حتی خود اونها در مجلس های خودشان گفتن که بالای ما هجوم شد از زنهای مسلمان. گفتن بینید الله اکبر، یک زن مسلمان میتوند که زبان اینها را لال کند و حکم اینها را بیکار کند. حالا کجا اگر ده ها زنها باشد؟ سبحان الله. صدای من باشد؟ صدا هست؟ بارک الله فیکم. البته البته ما مثلا که نمیگوییم که زنهای ما یعنی رفته دیگر یگان کاری چکنن با اونها، بلکه حیای خود را، همون حجاب خود را، از بس که مردای تاجیکستان و امام های تاجیکستانی که هستند در اون منطقه، باید این کار ما موحدین و مردای مسلمان کنیم. اما در اوجا که نیستیم، به خاطر هجرت، به خاطر الله بعضیمون هجرت کرده دیگر منطقه رفتیم، اونجا شاید کم باشن از موحدینی که البته هستند مسلمان هایی که با شجاعت و، اما زنها میتونند که چیکار کنند؟ اونها بگویند که ما بیزار هستیم از خانه، یا اینکه حدی اقل چیکار کنند؟ اونها رو با یک جواب بگویند که ای انسان ها، ای مردم شما میخواهید چرا زنهایی که لیچ میگردند، یعنی همشون دیار هستن، لیچ هستن، نمیدونم چی بگم، گالی بگم، پلگالی بگم هستن، یعنی برهنه هستن، به لفظ تاجیکی میگن. زنهای برهنه رو گپ نمیزنه. چرا این نرکمانا و این چیکار میگن، نمیدونم بانگ زنا، اینها رو چی نمیگوید؟ چرا این کفر و فسقی که آشکار شده است اینها رو چی نمیگوید؟ به خاطر میگوید این دموکراتی است، همون دموکراتی ایسر تومون این طاغوت زمان تو. چرا با زن مسلمان نمیمونه لباس خود را پوشد؟ چرا نمیمونید؟ با شما کی حق داده است که در بغیر از که در دین ما زبان درازی میکنیم، دین ما را پایمال کرده، باز بالای در لباس و در حیای ما دست درازی دارید؟ شما را کی گفته است؟ کی حق داده است شما را؟ ما شما نجسا رو کافر و مشرک میشماریم. شما کی هستی؟ شما را الله از حیوان ده بدتر گفتگی است. خوب است. شما کی هستی که زبان درازی میکنید به زن و مرد و مسلمان های ما؟ شجاعت مسلمان از بین باید نرود. زمان حضرت بلال رضی الله عنه یک انسانی بود، بیت ترسو بود پیش از اسلام. و وقتی که اسلام قبول کرد، چنان با او همان بگیم که صاحباش و مولاهاش میگفتن پیش از اسلام، اونها با او با شدت زدنش، سنگ ها موندن، عذاب ها دیگر کردن و قوش ایمانش زیاد شد. برعکس در اسلام استوارتر، سختتر شد. و بعضی چون که احد گفته، از او سوال کردن دوستانی که از حبشیا بودن، از سیاه پوستا بودن، گفتن که اخیا بلال تو یک کسی بودی ترسو بودی، تو با یک آوازی بگیم که کمتر بلند میترسید، لرزت میگرفت، چی شد تو رو که قدر ناترسیدی، شجاعت و جرأت پیدا کرده؟ چی شد به تو که تو از این قدر کفاری که بالای تو حمله میکنند، مولای تو به لفظ خودی همونها، یعنی که همون صاحبی تو، کسی که تو رو تو غلام بودی خریده بودی، یعنی که نگاهت میکرد، اون با تو حمله دارد، با تو عذاب میتد، تو گفت این چی است؟ گفت چی است؟ این چی است؟ اسلام است. این اسلام است. گفت این اسلام است که در قلب ما ایمان است، این توحید است که جای گرفت. ترس و دیگر ترس و هراس از این کفار از بین برد. شکنجش دادن، زدنش، سنگها کردن، عذابها دادن، از جایی که اون قفا گردد، از جایی که او بگوید که نه من مانده شدم، درد یافتم به من، یعنی که این سخت است، برعکس چی گفت؟ نه، احد گفته باز استوارتر شد. از این چی معلوم می شود؟ از این معلوم می شود که یک مسلمان موحد باید هر زمانی که در مسئله دینش است، دفاع از دینش است، بالاش حمله میکنن، ترس و هراس نه، بلکه شجاعت و ناترسی و دلیری به او زیاد شود. برعکس اون باید چیکار کند؟ برعکس بالای اون خبیث ملعون همیخل پره، با زبان پره، ناترسیده، باید گفته گپا که جرأت و شجاعت خسته بگوید که انسان این حق من است، من که مسلمان هستم، برای من مسلمان و خواهر زن مسلمان الله حکم و یعنی که
چه که برای ما فایده هست، زیان است، ضرر است، همشه به ما گفته است و چی برای حیای ما است و چی در فایده ما است همشه گفته است. تو کی هستی که به من میگه قانونی این رو برای به زن خودت بکو، به همون زن فاحشه اعوذ بالله به حیای خودت برای بکن. رو به همونی که تو اگر من نمیدونم، البته من همه اونها رو فاحشه نمیدونم، کسایی که واقعا همین کارا رو برای خود جایز میدونن، این چه صفت فاحش است. فاحش دوست می‌دارد که بدنش در کوچه باشد، بدنش در پیش مردم آرایشی کند و او را آرایش بدهد و مردم تماشا کنند، از اون لذت برند. و خودش هم رسول الله صلی الله علیه و همین دوخی زدن، یعنی که بگیم خوشبویی زدن برای زنها را منع کرد. به چی خاطر؟ به خاطر دیگر مردها لذت نبرن از او. با زنا با اونها وقتی الله گفت ولا تقربوا زنا، با زنا نزدیک نشوید، رسول الله صلی الله علیه و چی گفت؟ زنا با خودش چی است؟ هر چیز با خودش از عضو بدن با خودش زنا یعنی دارد. دست، پای، قدم، یعنی قدم به طرف زنا دادن، دست رسیدن، زبان اگر صحبت کرد، بالاخره هر یک چیز با خودش. اما این را تصدیق میکند چی؟ همان دو جزئی که در مابین، یعنی که پای مرد و زن است، انمی حالت ها اون رو تصدیق میکنه. زینای اونها رو با حکم زینای سنگسار، یا اینکه اگر جزا باشد جزا، یا که بالاخره دیگر میبرد. کدام وقتی که همون دو حالت مرد و زن یک جا شده. اما همه اینا تقرب، یعنی که وسیله نزدیک شدن به زینا، همش از چی سبب می شود؟ زنهای زانیه چرا دوست می‌دارند؟ میخواهند که دوخی کرده، خوشبویی کرده و خود رو آرا و تارا داده در پیش مردها، سفیده و سیاهه، نمیدونم نامهاشو چی است، اونها رو کرده. مردهایی که در کوچه میگردند قلبای اونها پر از نیت ها و خبیثی دارن. بعضی مردمش که میخواهند که به زنهای بیگونه چشم، یا که دست درازی کنند، اونها را به خود جلب کننده است. همین چی است؟ همین صفت و رفتار و کردار زنهای زانیه است که برای همین رسول الله صلی الله علیه و منع کرده است که چه کرده؟ شما در کوچه میبرید برای زنها دوخی و خوشبویی را منع کرد. بارک الله فیکم. از این معلوم می شود که همه این کارهای زنهای این دموکراتی خواه میکنند، یا که زنهای بے حیا میکنند که یعنی خود را زیبا میکنند، لبهای خود را سرخ و سفید و نمیدونم دیگر میکنند، سفیده و سیاه و دیگر رنگ ها میکنند، لباسهایی که گردن اینها، یعنی که دیگر بدنهای اونها میتابد و برای آرایش، برای جلب کردن به ما، همه این صفت های چی هستند؟ زنهای زانیه و خوشبویی و برای جلب کردن مردم. این چی است؟ همش تقریبا که به زنا نزدیک شوی است. یعنی که وسیله های بچه شریعت، اصطلاح شریعت بگن وسیله بر چی است؟ به زنا است. یعنی همه اینا اگر وسیله، یعنی که نزدیک شدن به زنا باشد، پس زنهایی که این کار رو میخواهند، یا اینکه مردهایی که این کار رو میخواهند که زنهاشو کنند، دختراش کنند، پس اونها چی هستند؟ مردم ها میخواهند که زنا کار شوند، میخواهند که از زنها و از دخترای ها دیگرها استفاده برند، با لفظ فاسقی کیف کنند. شیشته هم خیلی کیفریکو که بعضی همون خوباسایی که الله لعنت چکند، شیشته زنهای مقصد که بیگانه را تماشا کرده از اونها لذت میبرند، همین چی هستن؟ انمی رو میخواهند. و خودی همون سردارایی که تواقیت شیشتن، زنهاشون همین خیلی هستن، دخترهاشون همین خیلی هستن و میخواهند که زنهایی که غیر اونها هم خیلی باشن. الله لعنت کند این مولای درباری رو. الله سبحانه و تعالی لعنت چه کند، جزای بدهد که ما خود با چشم خود بینیم، برای دیگران عبرت شود. و الله تو به هیچ چیز قادر هستی. و الله ما بغیر تو کسی نداریم، بغیر از تو کسی نداریم. تو اینها رو یک جزایی بدی که ما با چشم خود بینیم و برای دیگران بینن عبرت شوند. چون که فرعون رو جزا دادی، چون که نمرود رو جزا دادی، چون دیگر طاغوت ها رو طواغوت رو جزا دادی. این هم همین گونه جزاشو بودی و این طواغوت دین همین زمان رو که مردم این رو دیده عبرت بگیرن. البته بعضی مردم شاید بگن چرا الله جزاشو نمیدهد؟ بله این دعای ما میکنیم. الله سبحانه و تعالی این رو انشالله که خودش میداند کدام وقت خوبتر است و شاید که امتحان ما و شما مثلا در این باشد. لیکن یه چیزو بدانید که
الله اگر همه این چیزا را یک باره به ما و شما نشان میداد پس امتحان نمیشید. لیکن دعای ما همین است: الله اینها رو یک جزایی بدی که مردمی که از اینها پیروی میکنند و مردم اینها رو برای خود نمونه الگو گرفتن، برای خود جناب گرفتن، برای خود نمیدونم دیگر گرفتن، اونها بینن کسایی که لایق باشن بر بگردن مسلمان شوند ایمان بیارن. نه، الله اینها رو با اون لعنت بکن. بعد این که نگاه کنه یک حادثه های میبینی، الله المستعان الله المستعان، همه حمله بر موحدین است از طرف علمای تواغیت، از طرف خود طاغوت ها، از طرف آذری ها، از طرف خوارج، از طرف صوفی ها، از طرف دیگر ها. در زمانی گپ درباره دین میرود چرا نمیخیزن صوفی ها گپ زنند؟ کنی اون صوفی هایی که حمله میکردن خوارجین گفته بر موحدین، کنی اونها زنهای تو رو برهنه کرده، زنی تو رو صفت زانیه ها را با او، یعنی که کسای زینا میخواهند با او تعلیم داده است و میخواهد که همان خوشنودی و زیبایی که زنی تو هست دارد او را با مردم بیگانه به تواغیت هستند که البته زنهای شما من نمیدونم مثل شما باشند، مثل شما کافر هستند. البته زن مسلمان با یک کافر زندگی نمیکند، لیکن بینید ای صوفی های احمق، ای صوفی های درباری، ای مولای درباری بو پور میگوی حنفی است در مذهب ابو حنیفه رحمه الله چی حکمی همین؟ در مذهب ابو حنیفه رحمه الله برای شما علی قاری را بینید، برای ابن عابدین را بینید، برای خود ابو حنیفه را بینید، برای ابو یوسف را بینید، برای محمد را بینید، برای مذهب ابو حنیفه، این مذهب ابو حنیفه در پیش مذهب ابو حنیفه حکمی حجاب رو بینید چی است؟ حجاب بس در نقاب گپ است. حالا البته در نقاب کمتر آسونتر گرفته است مذهب ابو حنیفه، اما در حجاب میگه حکمش فرض است، فرض عین است، به هر یک زن و دختر مسلمان فرض عین است، ترکش گناه است، گناه کبیره و کسی که ترک کند گناهگار است و یعنی که چیش عقوبت در روز آخرت یعنی عقابش سخت است میگویند، بنیاد سخت است. اما بدبینی و انکارش و با اون مبارزه بردن میگه کفر است، کفر اکبر. 4 مذهب در همین هستند، خصوصا مذهب ابو حنیفه رحمه الله با آن خیلی صریح میگوید. برای فتوای ابن عابدین در نسبت حجاب بینه و حکم حجاب بره بینه که شما میگه ابن عابدین علی قاری روی بینه اخی بخونید، در دیگر چیز باشد شما ابن عابدین اله گرفتگی هست، نمیری بخونید کتاب اونها رو در زمان در این مسئله، در این وقتی که برای شما باید فهمیده شود که شما کافرهایی که این طاغوت یعنی دفاع میکنه اولوالامرش میدونید با او یعنی که بیعت کرده است، حکم خود شما چیست؟ از مذهب ابو حنیفه رحمه الله رفته بینید اخی شما. دیگر این که ریشم نگاه در مذهب ابو حنیفه رحمه الله بعضی اگرچه علمای کم بعدینش گفتن که سنت است، سنت موکد است، والله العظیم علمای پیش بودگیش میگفتن که واجب است. و خود ابن عابدین برای فتوای ایندیا امو هندیایی که شما ایندیا گفتن میگه فتوای هندیایی که علمای چی هستن به نام برلویا برآوردگی هستند و فتوایی که مثلا که از خود علمای بگن که پاکستان هستند و عثمان تقی که شما قدر نامش میگیره دهان تو پور میشود از او رو بینید. و شما برای فتوایی که خود همین خبیث حاجی میرزا خرکله قطعی دیگرهاش ایشان نودین یوسف قرضاوی میگوید شاگرده یوسف قرضاوی بینید. البته یوسف قرضاوی در جای خیانت کرده است که اون رو انشالله که جای خودش بیاد گپ میزنیم در مسئله حجاب، لیکن شاگرداش ردش دادگی هستن و 4 مذهب و تمام مذهب آوردگی هستن که شما یوسف قرضاوی قبول نداره که او هم یک حزبی بود، لیکن خودان فتواش میاره موزیکا را حلال گفته است یوسف قرضاوی، این گفته است انا در مسئله حجاب و ریش چی گفته است. اینها رو برو ببینید. همین عثمان تقی یکی از مفتیای پاکستان حنفی گفته، خودش یک صوفیه شما حنفی گفته مشهورش میکنه، میگه که حکم حجاب فرض عین است، ترکش
حرام است، گناه کبیره است، بعد دیدنش انکارش مبارزه بودن با او میگه کفر است. خود عثمان تقی میگه اگرچه برای ما اون گفته معلوم کیست، لیکن برای خود شما. حالا من تو از قرآن و سنت بیارم، تو خبیثی مذهب دین کرده ای، خود رو صوفی هستی، تو مذهبی هم نیستی، میگوی مذهبی ما این گپ نگفته است. من تو رو از مذهب خود، از صاحب مذهبی که در زمان ما و شما میگوید که عثمان تقی مفتی زمان، مفتی پاکستان، یعنی مجتهد است، اون است، فلان است، علان است، گفته با یک پر زبان پر گپ میزنه، خود همون تقی میگوید که ترکش گناه کبیر است، با دیدن مبارزه با او کفر است. میگه روی فتواش بخونه. وقتی رد زدگی هستن بر خودی همین یوسف قرضاوی، خودی همین عثمان تقی هم گپ زدگی است، میگه این فتوای دروغ است، بهتان است در شریعت الله که این چیزها را گفته است که یوسف قرضاوی در مسئله یعنی حالتهای ضرورت مکتب دیگرها گفتگیه که مثلا جایز است که رومالش کلانه بلکه معده کند. این خبیث هم گفته است که حزبی یک طاغوت پرست است و دیگر فتوایی که دموکراتی را دین کرده است، میگه برای من از شریعت با. خود همین عثمان تقی هم ردش دادگی است که حنفی میگه چه، میگه ما حنفی ها بیزار هستیم از این فتوا. تو حاجی میرزا در گپات میگوی که عثمان تقی گفته، تو میشناسی آن کیست؟ و ایتایت را کافر میدوند. اگر خودش هم یک صوفی احمق هم باشد، لیکن تو رو کافر میدوند به این عقیده کفری شرکی. و بعد این نگاه کنید، در خود مذهب ابو حنیفه رحمه الله حکم ریشه گرفتن حرام میدوند، حرام مطلق میدوند. اگر حتی میگه که رفت و یک از ریش یک انسان هم مجبور میگیرد، مثل همین است که خون او را گرفته است، میگه کله او را گرفته است، یعنی همان حکمی دارد که گویا که خون او را از کله او را از بدن جدا کرده است و حلال شمرده است کشتن مسلمان را. این گپ این هم کفر رای میدونی شما. ابن عابدین میگوید دیگر علمایی که هستن از مذهب خود ابو حنیفه رحمه الله گفتگی هستند. من حیران هستم. من وقتی در پیش حنفی ها میخوندیم، ما این قدر به حیا نبودن، این قدر به ناموس نبودن. زمان علمای پاکستان بینید، علمای حتی دیگر منطقه را بینید که چون حنفی میگن اگرچه بعضیش متردی اشعری هستن، و این قدر به ناموس نبودن. از حجابی زن، از حیای زن، از ریش مرد، از بالاخره دیگر دفاع میکردن، اگرچه چون هم مثال در بعضی کفر و شرک داشتن، اینقدر بی حیا و بی ناموس نبودن مثل شما. این چی روز است، چی به شما رسیده است که شما اعوذ بالله قدر بی حیا و بی ناموس دین رو ترک کرده اید؟ یک تا درای الله سبحانه و تعالی نمیخواهید که خدمت کنید، فقط درای طاغوت. بله ما میدونیم، برای ما موحدین معلوم است که علما سه نمود میشوند، یا که علمایی که بگیم تواقید، که علمای بگیم حاکما، علمای سلطانی و علمای جمهوری مردم و علمای بگیم ربانی، ما این را میدونیم. اما خود شما که نقاب علما را پوشیده اید، از نام دین گپ میزنید، حداقل یک بار برو بگو که این حجاب فرض است، در مذهب ما هم فرض است. ای کسایی که به مبارزه میبرید از الله بترسید، زنهای ما را با یعنی که صفت و اخلاق زنهای زانیه و غربی را به ما تعلیم ندهید، زنهای ما را به این رو نبرید. تو که شما قدر بیناموس هستی. الله المستعان. برادر گفت صحبت کمی من انشالله چکنم. بارك الله فيكم. الله سبحانه وتعالى يستونا شيخ عزيز، جزاك الله خيرا. بهترین الله يستونا. بله، اولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، صدای ما هستیم برادر؟ صدای ما خوب اومده است برادر؟ بله بله اخی. الله يستونا. بله،
بله الله ایستاند. البته وقتی که امروزها دیدیم که در صحیفه‌های مجازی چقدر این خبثا دشمنان الله و رسول ضد دین الله، ضد الله و رسول می جنگند. البته غیرت ایمانداری ما، غیرت توحیدداری ما، غیرت همون عقیده ای که عقیده قرآن و سنتی که داریم به الله و رسول که ایمان داریم، همین غیرت ما نمیگذارد ما را که خاموش نشینیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن در سوره احزاب آیه 59 برای زنان مؤمنه و برای تمام زنان مؤمنه، البته یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین میگوید الله سبحانه و تعالی محمد به زنان تو، به زنانت امر بکن و به دخترانت و به زنان تمام مؤمنین و به زنان تمام مؤمنه که برای اونا حجاب، یعنی حکم حجاب فرض می شود از این آیات. البته معلوم است حکم حجاب که الله سبحانه و تعالی امر کرده است، اما ما بیاید درباره کسانی که حجاب را انکار میکنند، حجاب را حکم الله رسول پایمال میکنند و بعد میبینند حکم اینها را ما بیان کنیم. چرا که اما هر کسی که دعوا از ایمان میکند، دعوا از اسلام میکند، میدوند که حجاب این فرض الله سبحانه و تعالی است. الله سبحانه و تعالی کسانی را که امرهای الله را بد میبینند و ضدیت میکنند و انکار میکنند، و مانند کسانی که امروزا حجاب را بد میبینند، تواقیت امروزا، یا اینکه ریش، بد دیدن ریش، اینم امر الله و رسول است، یا که تعلیمات توحید را ضدیت میکنند و بد میبینند، الله سبحانه و تعالی کافر خونده است، اینها را کافر خونده و تمام اعمالشان را نابود کرده است. الله به صراحت این چیز در قرآن میگوید. چگونه که الله سبحانه و تعالی میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین کفروا فتعسا لهم و اضل اعمالهم. الله سبحانه و تعالی میگوید وای باد بر کافران، وای بر کافران، وای بر کافران نگونساری و هلاک باد بر آنها، و هلاک باد بر آنها. الله سبحانه و تعالی میگوید الله تعالی تمام اعمالشان رو تباه میگرداند. میگوید به چی خاطر؟ به خاطر که ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم، به سبب اون که الله سبحانه و تعالی آن چیزی را که نازل کرد، آن چیزی را که حکم کرد، حلال دانست، آن چیزی را که امر کرد، اینا خوش نداشتند، بد دیدند، پس الله تعالی نیز اعمالشان رو تباه نمود. اینها رو میگه سوره محمد آیه 8 آیه 9. الله متعال در این آیات آشکار و واضح کسانی که شریعت الهی را ناگوار میدونند، کسانی که حکم الله و رسول را بد میبینند، کسانی که امر الله را ناچیز میحسابند، با عنوان کافران والذین کفروا خوانده است، والذین کفروا یاد کرده بیان کرده است. و به سبب چی؟ به سبب که کرهوا ما انزل الله، بعد میبینند آن چیزی را که الله سبحانه و تعالی نازل کرد، حکم اینها را الله سبحانه و تعالی تمام اعمالشان را حبطا نامیده است الله سبحانه و تعالی، فاحبط اعمالهم. الله اکبر. همچنین امروز میبینیم که این حکومت طاغوتی تاجیکستان چقدر ضد امر الله رسول مبارزه میبرند. حجاب را برابر اینکه حجاب را بد بینند، برابر اینکه حجاب را میگن که این مال بیگانه هست، حتی در کوچه ها، در دخترخانه ها، در بازارها حجاب های زن مسلمان را از سرشون میکشند. و چی سبب؟ به سبب که چی؟ بعد میبینن امر الله ضد دین الله رسول جمع میکنن. الله سبحانه و تعالی تمام اینها را مرتد و کافر خطاب کرده است. نه تنها حکم اینها، نه تنها حکم اینها، حکم کسانی که به همه امرها راضی هستند، حکم کسانی که به همه حکم براوردها راضی هستند، چی انسان عادی است، چی ملو است، چی کارگری مکتب است، کارگری ملیسه است، کسیش باشد نباشد، به همه امرهایی که همینا براوردن راضی باشن و خاموش نشینن، الله سبحانه و تعالی اینها را کافر خطاب کرده است. چگونه که الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیه 51 میفرماید و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. هر کسی که میگوید از شما با آنها دوستی کند، با کی؟ با همون کافرون، با کافرون، الله سبحانه و تعالی میگوید از جمله همون است. به تردید که الله سبحانه و تعالی گروه ستمکار رو
گروه ستمکار کدام ستمکارا کی هستند؟ به خاطر دوستی با کافران نمیبخشند این ستمکاران. کسانی که دوستی با همون کسانی که با حکومتی که امروز حجاب را حجاب را حکم الله رسول الله پایمال کردن و حجاب را مال بیگانه میگیرن و زنان مؤمنه را حجابشون از سرشون میکشن و کسانی که خاموش نشسته و به همه راضی هستن هیچ چیز نمیگن، میگن که خیر حکومت است، خیر قانون برآورده است، کنستیتوسی است، الله سبحانه و تعالی اینا را کافر خطاب کرده است. سبحان الله. پناه به الله، پناه به الله که از این گونه. همچنین الله سبحانه و تعالی اینها را، این کسایی که در همین دنیا، این کسانی که حکم الله را پایمال کردن و امر الله را بد دیدن، الله سبحانه و تعالی در همین دنیا خار و ذلیل خواهد کرد. اینا را عذاب دردناک برایشان الله سبحانه و تعالی میدهد. چگونه که الله متعال در سوره محمد آیه 10 میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم دمر الله علیهم للکافرین امثالهم. الله سبحانه و تعالی میگوید آیا در زمین گردش نکردند تا ببینند سرانجام کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بوده است؟ الله تعالی خانه هایشان را به سرشان ویران کرد و آنان را نابود ساخت و این کافرون نیز کیفر همانند آن در پیش خواهند داشت. الله اکبر. الله سبحانه و تعالی در همین دنیا ان شاء الله شما را عذاب خواهد کرد. در همین دنیا الله سبحانه و تعالی شما را شرمنده تون ان شاء الله میکند. به خاطر چی؟ این به خاطر اینکه حکم الله را، امر الله سبحانه و تعالی را پایمال کردین شما. این آشکار و واضح است. انا سوره محمد آیه دیده. اما حکم کسانی که راضی هستند بر همین و مانند مولاهای درباری طاغوتی مرتدین امروزه که الله سبحانه و تعالی آشکار و واضح بیان میکند که الله اینا را لعنت کرده است. به خاطر چی؟ به خاطر که خاموش نشستند. به خاطر که زمانی که امروز میبینیم حکومت تاجیکستان حکومت طاغوتی مرتدین ضد حجاب مبارزه میبرد و حجاب را تحقیر میکند و میگه که حجاب مال بیگانه است و کسانی را که حجاب بر سر میکنند گمراه گشته میگن و مخالف حکم الله رسول حکم میکنند و حجاب زن مسلمان را در کوچه، در بازارها و در دخترها از سرشان میکشن میبرن. اما ایده ای مولاهای دین فروش خبیث دین الله را فروخته خاموش نشستن، آیات های الله سبحانه و تعالی را فروختن با پول اینو چیز و به همه حکومت کفری، به همه حکومت طاغوتی راضی هستند. خوب است. الله سبحانه و تعالی لعنت کنه شما را و الله سبحانه و تعالی شما را لعنت کرده است. زمانی که ما برآمدیم توحید گپ زدیم، ما برآمدیم کفر به طاغوت گفتیم ای مردم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بیاین شما به لا اله الا الله چنگ بزنیم به توحید تا که نجات بیابیم. عزت هر یکی ما و شما در توحید است، در لا اله الا الله است. کفر به طاغوت بیارین. اما این خوباسای این مولاهای دین فروش برآمدن چی گفتن؟ الله لعنت کنه حاجی میرزای خبیث شکمدم کلی ملعونه. همین خبیث برآمد چی گفت؟ ابو برآمد است، این برآمد است، عقیده‌هاشون غلطن، دیگر دیگه زندیق برآمده کو گپ زنه که الله لعنتت کنه. خیلی حجاب اخی در تمامی با اجماع تمامی امت فرض الله سبحانه و تعالی این کارش بعد اجماع تمامی امت این کفر است، این کفر اکبر است. خب برآمده این عقلا کو بیان که زمانی که ما توحید گپ زدیم، ما برآمدیم لا اله الا الله گپ زدیم، ما برآمدیم مردم به حق دعوت کردیم، مردم گفتن که بیاین چنگ بزنیم به لا اله الا الله، بعد دینتون چنگ بزنیم. خبیثای زندیق زیدی ما برآمده گپ زدیم کو زید دین الله برآمده گپ زدیم کو الله لعنتت نه. خاین عقلا کو برآمده بو که ای ملعون، ای امام علی طاغوت نجات، خیت طاغوت هم نمیگوشه الله لعنتت کنه. خطای بو که رحمان افتاد حجاب اینکار کسی کفر است، کافر میشی. امام ابو حنیفه میگه کافر میشد کسی اینکار کند. عقلا زیدی همین برآمده، زیدی همین امر عقلا برسون. الله لعنت کنه شما را. یا که دیگری بختلی، دیگری خبیثی زندیق. ما وقتی که از توحید گپ میزنیم، از لا اله الا الله گپ میزنیم، زبانتون برآمده با مانند مردکی عبدالظاهر دایی، با مانند مردکی ابو محمد مدنی گفته زبانت برای کو خبیث زندیق کو برآمده حاضر گپ زن، کو برآمده حجاب امر الله برسون برای مردم. بو که مردم حجاب امر الله است، فرض الله سبحانه و تعالی است، این کار کنندش کافر است. بعد دین کسی که بعد میبیند کافر است، کو این برآمده بیان که از زندیقای الله سبحانه و تعالی شما را لعنت کنه. الله از زمین تا آسمان شما را لعنت کنه. الله سبحانه و تعالی شما را لعنت کرده است. شما شیشته به همین کفر راضی و دین الله را
فروخته حق رو پنهان کردین، الله سبحانه و تعالی شما رو لعنت کرد. چگونه که در سوره بقره آیه 159 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الله سبحانه و تعالی میگه کسانی که آن چیزی رو که الله سبحانه و تعالی از دلایل روشن و هدایت نازل کرد، آن چیزی که نازل کرد آشکار واضح پس از آن که در کتاب برای مردم الله سبحانه و تعالی میگه بیانش نمودیم پنهان میدارند، کسانی که پنهان میدارند الله تعالی آنها را لعنت میکند و لعنت کنندگان و فرشتگان مؤمنان تمام لعنت کنندگان لعنتشون میکنند. الله اکبر. الله شما را لعنت کرده از خوب است. بدونین انا سوره بقره آیه 159 و شب و روز ما شما را الله سبحانه و تعالی لعنت میکنه که شب و روز ما شما را لعنت میکنیم. الله خورتون بکنه به خاطر که حق را پنهان کردین، به خاطر که برای مردم نگفتین که ای مردم اصل ایمان، اصل مسلمان شوی ما و شما، اصل اینه که ما ایمانمون پیش الله سبحانه و تعالی قبول شود کفر به طاغوت ورزیدن است. طاغوت که یعنی حکومهای این حکومت هایی که این پرزیدنت هایی که امروز میبرن حکمی به غیر ما انزل الله میکنن، این پرزیدنت هایی که برآمدن امر الله را پایمال میکنن از پیش خودشون قانون ها برآوردن، انا میاد طاغوتن. ای مردم همین طاغوت ها را بعد دیدن شرط ایمان آوردن ما و شما کفر ورزیدن برای طاغوت است. شما اینا پنهان کردین نگفتین، الله به همین سبب شما را لعنت کرد. الله شما را به خاطر که حق پنهان کردین لعنتتون کرد. الله خورتون کنه خوب است. زندیق شراب برای مردم بیان کرده که شراب حرام است. مسئله قمار را بیان کرده که قمار حرام است. دزدی را بیان کرده که حرام است. یک قسمت کتاب بیان کرده الله لعنتتون این طرف را بیان نمیکنه. خیر افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض. شما هم کسانی هستید که بنیم آیات الله ایمان میارید و بنیمش کافر شده زندیقا. چرا پردن نمیگین؟ چرا شما پردن نمیگین دین الله سبحانه و تعالی را؟ شما یک قسمت، شما قسمت واجبات گفتین، شما قسمتی که از فروع است گفتین، شما اصل تر کردین. اصلی که مسلمان شوی مسلمانی هر یک انسان صحیح میشه شما این اصل تر کردین. اصلی که عزتی هر یک انسان درمون است، اصلی که عزت ما و شما درمون است، همه عزت مسلمانان رو شما همه اصل شما تر کردین، نگفتین، پنهان کردین، فروختین آیات الله. به خاطر چی؟ به خاطر شکمتون. به خاطر چی؟ به خاطر ماشینتون، به خاطر چوکی، به خاطر خانه و در دیوار. الله لعنت میکنه. در نزد الله شما چی جواب میگین؟ وای بر حالتون، وای بر حال شما که در نزد الله سبحانه و تعالی چی جواب میگین؟ شما یک راه دارین، یک راه دارین. این مولاهای درباری دین فروش یک تا من ناموت نمیگیرم. ای حاجی میرزای زندیق، ای باختری، ای مولوی باختری، یا که عبدالرحیم قزاقانی، الله همگی شما را لعنت کنه که یک راه داره شما. راه نجات شما همین است که الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحیم. یک راه دارین که توبه را پیشه می‌نین، حق میگین. آیا شما خودتون توبه کنین تمام؟ آیا شما نزد الله سبحانه و تعالی توبه کردین؟ مثلا حق که نگفتین خودتون پنهان توبه کردین تمام؟ به همین قطعی الله شما رو میبخشد؟ نه. الله سبحانه و تعالی شرطون میموند الا الذين تابوا، مگر کسانی که راه توبه را پیشه میکنن و اصلحوا و اصلاح میشن و بیان میکنن. شرط توبتون میدونید شما مولوهای دین فروش چی است که بیان میکنین. چی را بیان میکنین؟ آن چیزی را که پنهان کردین بیان میکنین، آن چیزی را که برای مردم نرسوندین و فروختین، آن چیزی را که شما پنهان کردین بیان میکنین برای مردم و بیان میکنین تا که الله سبحانه و تعالی شما رو ببخشد و شما خودتون روی توبه را پیشه میکنین و الله سبحانه و تعالی توبه پذیر و مهربان است. الا در غیر این صورت شما نجات ندارین. الله شما را لعنت کنه. در غیر این صورت نجات نیست. امام احمد میگوید که این آیتی که در سوره بقره آیت 160 من خوندم الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحیم. امام احمد میگوید که این آیت به همون کسانی است، به همون مولوهای دین فروشه که دین افروختن، حق پنهان کردن، توبهشون باید آنچنان شود که همون گناهی که حق پنهان کردن، همون گناهی که مردم به کفر و شرک دعوت کردن، باید همون گناه برایان توبه کنن. مثلا چخیل؟ مثلا حاجی میرزای زندیق میگوید که من میخوام که فرزندان ما میخوام که یعنی شما فرزنداتون پسراتون ملیسهشان سوچان پرکروشان یعنی زید دین الله. چخیل ملیسهشان انا امروز ملیسه در برای بتینشون پگه میبرن زید حجاب میجنگن. ای مردم شما چشماتون
خلاصه که شما بالاخره چشماتون رو باز کنید آخه ببینه این علمای دین فروش این زندیقا را که دین الله را فروختن و ببینه که اینا آشکار و واضح به زبان خودشون گفتن که همین حاجی میرزا گفت که من میخوام فرزندای ما ملیسه شوند پروکور شوند ملیسه و پروکور شدن امروز ببینه چیکار کردن امروز ضد دین الله جنگ دارن حجاب از سر زنای مسلمان کشیدن ضد حجاب مبارزه بودن همه بسم الله ببینه اخی و امام احمد میگوید که دوام سخن امام احمد بیان کنیم امام احمد میگوید که توبه اینا باید انمی خیلی که چگونه که حاجی میرزا برمد گفت که من میخوام فرزندای ما ملیسه شود سود شود پروکور شود همین گونه باید به برایان بگن که طبق همین سوره بقره آیه 160 باید به برایان بگن که ما ای مردم ما توبه میکنیم از همین راهی که شما را دعوت کردیم همین راهی که گفتم ملیسه شون فرزندامون به همین راهی طاغوت دعوت کردیم ما توبه میکنیم اینا طاغوت هستند اینا کسایی هستند که حکم الله را پایمال کردن اینا کسانی هستند که حجاب را رد کردن اینا کسانی هستند که الله در قرآن به صراح امر کرد امر الله پایمال کردن انا می گونه باید برای توبه کنن و الله سبحانه و تعالی چی گفت اولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم انا می گونه الله سبحانه و تعالی توبه شما را انا می گونه قبول میکنه الله مستعان الله سبحانه و تعالی خورتون کند الله اگر که شما روی توبه را پیشه نکنین اگر که حق را اون چیزی را که شما پنهان کردین بیان نکنین الله سبحانه و تعالی عذاب شدید بالاتون بیارد ای خوبسا ای علمای دین فروش زندیق الله لعنتت نه ای حاجی میرزا ای بختری الله خورتون من برای چی یک نام حاجی میرزا را بسیار گفتم نام بختری نام قزاقانی بسیار گفتم به خاطر که این زندیقای زمینی نه که در تاجیکستان که زمینی هستن زمانی که ما حق به دعوت کردیم زمانی که ما کفر به طاغوت گفتیم زمانی ما گفتیم که ای مردم این طاغوتایی که این پرزیدنت ها و حکومتی هستن اینا اینا دین الله را پایمال کردن اینا غیر حکم الله حکم میکنن زمانی که ما این چیزا بیان کردیم که اینا حجاب سطر ریش نمازگذاری فرزنده ما و شما را ضد توحید جنگ میکنن زمانی که ما اینا بیان کردیم انمی زندیقا بر اومدن چیکار کردن این خوبسای ملحدین بر اومدن چیکار کردن اینا بر اومدن گفتن اینا خوارج گفتن اینا تکفیری گفتن اینا سلفی گفتن اینا افراطی گفتن اینا وهابی گفتن الله لعنتت نه کوانه که ببرو گابزن کوانه که ببرو گابزن ببرو کام امام علی کو بگو اخی کو قتیل لشکرش بگو که اخی کاری شما زید امر الله از کفر از کافر میشی نکنین کو ببرو گابزن اخی الله لعنتت کنه الله خور ذلیل تون الله انا میگه حکم بالای اینو کرده است بفهمه ببینه مردم چشماتون باز کنه ببینه که الله سبحانه و تعالی اینا را انا میخواد حکم ها بالاشون جاری کرده است انا میخواد حکم ها بالاشون جاری کرده است که بشناسنشون مردم به خاطر چی الله سبحانه و تعالی حکم ها رو بالای اینا جاری کرده در قرآن بیان کرد به خاطر که مردم بشناسن این خوب است را این کسایی که دین الله فروختن اینا رو بشناسن و همچنین ما برای مردمی که مردم مسلمان تاجیک برای مردم تاجیک بالعموم برای تمام مردم تاجیک گفتنی هستیم که الله سبحانه و تعالی عزت ما و شما را در چنگ زدن به توحید میکرد در چنگ زدن به لا اله الا الله میکرد چگونه که عمر بن خطاب رضی الله عنه میگوید نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فمهما نطلب العزة بغیر ما اعزنا الله به اذلنا الله چگونه که عمر بن خطاب گفتن که ما قومی هستیم که الله سبحانه و تعالی ما را با اسلام عزت داد ما را میگوید با اسلام عزت داد پس عزت در غیر اسلام میگوید اگر جستجو کنیم الله ما را خور خواهد کرد سوالم جواب میاد که کدام اسلام حضرت عمر میگوید ما قومی هستیم که الله ما را با اسلام عزت داد کدام اسلام همین اسلام کدام اسلام است همین اسلامی که امروز این حاجی میرزا و این خوبسای زندیقای طاغوت پرستای این علماهای سوی درباره بیان کردن همین اسلام همین اسلامی که چی فروختن دین و یک پرش بیان کردن افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض نیم آیت ایمان آوردن نیم آیت کافر شدن پنهان کردن فروختن همین اسلام نه اسلامی که هو استسلام لله بالتوحید اسلامی که پایبند تسلیم شدن به توحید الله سبحانه و تعالی باشد بلا اله الا الله تسلیم شدن باشد به توحید ربوبیت به توحید الوهیت به توحید اسماء و صفات به توحید حاکمیت به توحید متابعت به انمین توحید تسلیم شدن باشد انمی اسلام است هو استسلام لله بالتوحید
عمر ابن خطاب رضی الله عنه انمی اسلام در نظر داشت. انمی اسلامی که ما تسلیم شیم به الله سبحانه و تعالی در امرهاش، در توحیدش، در یکتاپرستیش. یگانه حکیم الله را بدانیم، حکم کننده الله را بدانیم، عبادت برای الله سبحانه و تعالی یگانه انجام بدیم. و انقیاد له بالطاعه، و پایبند بدن و اطاعت کردن، فرمان برداری کردن امرهای الله سبحانه و تعالی. و البراءه من الشرک و اهله، و براءت کردن از شرک و از اهل شرک، از مشرکین براءت کردن، از تمام کسانی که شرک میکنند، از این کسانی که دین الله را پایمال کرده هستند، شرک وارد هستند به الله سبحانه و تعالی. این الحکم الا لله، الله سبحانه و تعالی میگه حکم از آن الله است. الله سبحانه و تعالی میگه ولا یشرک فی حکمی احد، الله میگه در حکم من هیچ احدی را شریک قرار نده، هیچ احدی را الله شریک قرار نداده. از انمی کسانی که خداشون در برابر الله سبحانه و تعالی قرار میتن و حکم میکنن و حکم ها میبرن ضد امر الله، امر میبرن ضد حجاب امر الله است که امر بروردن. الله سبحانه و تعالی میگه که اینا کسانی هستند که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، اینا کسانی هستند که حکم الله را پایمال کردن و حکم خودشون بروردن، فاولئک هم الکافرون، اینا از جمله کافرون است. و انا من کافرونم، طلبات اسلام می است که والبراءه من الشرک و اهله، و براءت کردن از شرک و از اهل شرک. از انمی شرک، انمی کسانی که شرک جاری کردن، کسانی که حکم الله را پایمال کردن، حکم خودشون جاری کردن، این حکومت خبیث ملعونی را بد دیدن، شرکشون را بد دیدن، عملشون را بد دیدن و خودشون را بد دیدن است. انمی اسلام است. انمی عزت عمر ابن خطاب گفت، انمی اسلام است. گفت عمر ابن خطاب که عزت ما در انمی اسلام است. اگر کسی در غیر همین اسلام، در غیر همین اسلامی که من روز بیان کردم، اگر در همین میگه عمر ابن خطاب، اگر در غیر همین عزت میگه جستجو کند، الله سبحانه و تعالی خار خواهد کرد. پس بیاید چنگ بزنید به انمی اسلام، به انمی اسلامی که عمر ابن خطاب بیان کرد، اسلامی که توحید دارد، به لا اله الا الله بیاین چنگ بزنیم. بیایم ما بالاخره به دینمون چنگ بزنیم تا که الله سبحانه و تعالی ما را نصرت بدهد، الله سبحانه و تعالی ما را عزت بدهد. الله متعال میگه که هیچ قومی را الله سبحانه و تعالی تغییر نمیدهد تا زمانی که خودشون تغییر نکنند. پس بیاید تغییر بدین، پس بیاید چنگ بزنید به دین، به توحید، به لا اله الا الله. الله سبحانه و تعالی میگه یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم. الله میگه ای کسانی که شما دعوا از ایمان میکنین، میگین ما مسلمانیم، ان تنصروا الله، نصرت بدین دین الله، و ینصرکم، تا که الله سبحانه و تعالی شما را نصرت بده. پس بیاید ما چنگ بزنیم دین الله را نصرت بدین، توحید را بیاموزیم، لا اله الا الله بیاموزیم و با مردم برسونیم تا که دیگران آگاه شوند از توحید، همین دین الله سبحانه و تعالی نصرت بیاورد. و انا میرو عزت ما در این میرو چگونه که الله سبحانه و تعالی میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ای کسانی که شما دعوا از ایمان میکنین، اطاعت از الله بکنین، اطاعت از الله در امرهای الله، در توحید الله سبحانه و تعالی، و اطاعت از رسول الله بکنین. ولا تبطلوا اعمالکم، و در غیر همین درو، یعنی راه الله و رسول، در غیر همین درو عملاتون حبط نکنین. ولا تبطلوا اعمالکم، عملاتون حبط نکنین در غیر درو. پس یک نفر غیر راه الله و رسول انتخاب کرد، عملش حبط است، الله سبحانه و تعالی میگه. پس بیا ما و شما را برای راه قرآن و سنت چنگ بزنیم تا که الله سبحانه و تعالی ما و شما را نصرت بده، ما و شما را عزت بده. انا من خواستم بگم که الله متعال دعا میکنیم الله سبحانه و تعالی دینش نصرت بده، الله متعال صف مؤمنین موحدین زیاد بگرداند، الله متعال توحید بازم پهن بگرداند در تمام امور دنیا، در تمام دنیا پهن بگرداند که تا که مردم از حکم الله با خبر شوند و به نصرت دین الله سبحانه و تعالی چنگ بزنند. اما شما فراموش نکنید، ای طاغوتای ملعون، ای طاغوتای خبیثی ملحد، ای حکومت، ای حکومتی ها، کسانی که در همین حکومت کار میکنید، کسانی که به همین حکومت راضی هستین، گپ نمیزنین و خاموش هستین، میگین خیر حکومت است، شما هیچ چیز بدونید که شما هم کافر هستین، الله سبحانه و تعالی شما را هم کافر خونده. اما شما یک چیز فراموش نکنید که این کار شما غیرت ما را بازم زیاد میکند. الحمدلله غیرت ما را بازم زیاد میکند که ما زنای ما، فرزندای ما بازم تعلیم سخت میگیریم، بازم آموزش دین سخت میگیریم، بازم دین دعوت حق بازم کوشش میکنیم که زیادتر دعوت بکنیم. اگر در یک روز 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت دعوت میکنیم، شما از این پس بدونید که ما 10 ساعت دعوت میکنیم، ما 10 ساعت نصرت دین الله سبحانه و تعالی میکنیم. الحمدلله انا این است که ما الحمدلله قوت میگیریم. ما از این پیشم شما را میزدیم، شما فراموش نکنید، ما از این پیشم که شما را باطل بدنتون، شما را کافر بدنتون،
بیان میکردیم به دلیل قرآن و سنت. لیکن الحمدلله از این پس هم بازم ما قوی‌تر شدیم، بازم ما قوی‌تر شدیم. شما خودتون دخ نمیکنین، شما خودتون همین صفت مردی ندارین که بیاید به یک موحد گپ بزنین در اساس قرآن و سنت. یک طالب علمتون، یک عالمتون، یک هم درباریتون اقلا بیا گپ بزنه قطعی ما کو، یک تام درباریتون بیا قطعی ما گپ بزنه قطعی یک قسم به الله از همه موحد کم علمتری ما شما را میشکند، در همین کفر به طاغوت شما را میشکند، در همین اولین فرض الله سبحانه و تعالی شما را میشکند. اما شما که غیرت ندارین، الله سبحانه و تعالی بیناموستون کرده، شرمنده ها بیناموستون کرده است. شما دخ نمیکنین که بیاین قطعی ما قطعی موحدا، قطعی کسانی که تسلیم به دین الله و رسول هستند بیاین شما صحبت کنین در اساس قرآن و سنت. الله هم که شرمنده تون کرده، الله لعنتتون کند، الله خار ذلیلتون کند، الله سبحانه و تعالی عذاب این دنیا و آخرت بالاتون بگرداند. البته در این دنیا هم الله سبحانه و تعالی شما خال می‌کند. الله سبحانه و تعالی حکم شما در قیامت هم بیان کرد که خالدن مخلدن فی النار است، شما ابدالابد جایگاه شما دوزخ است، خبیثای ملکی. الله هم اگهتون حفظ کند. برادرای موحدی که اینجا هستین، خواهرای موحدی که هستین، حرکت ان شاء الله بازم زیاد میکنیم، خوب بسال زدنشون میگیریم، باطل بدنشون، کفریات اینا رو، شرکیات اینا رو، زید دین الله جنگیدن اینا رو بازم ما بیان میکنیم برای مردم، بازم بیان میکنیم نصرت دین الله سبحانه و تعالی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.